یکی نزده شایر نرخرتا وسط خانم‌ها چی نشستی داره غیر میده؟ بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون. آقا دقت کردید توی تاریخ کشور ما اصولا آدمایی که اهل جنگ بودن و آدمای شجاعی بودن و اصولا میرفتن جنگ حالا به هر طریقی با خارجی با داخلی، اصولا آدمایی یه جورایی با خواهی همه اسامی مذهبی دارن، مثلا رضا و محمد و تقی و عزیز و نمیدونم حسن و حسین. ما هیچ موقع نشیدیم مثلا ارزم به خدمتتون که مثلا بگید جنگی مثلا بگی کامبیز به هوشنگ رو بگو بیاد پشت جبهه کامبیز. من پیش خودم فکر می‌کردم که مثلا جوانای امروزی هم اینجوریه دیگه، الان همه کامبیز مامبیزی ها نزنیم، مثل ما نفس ما نیستن که همه خشن و انقلابی و نمیدونم تو فنگ دوش باشن نزنیم. فکر می‌کنیم مثلا الان جنگ شده و جوانای امروزی میخوام برن چه اتفاقی بیفته. اصلا توجه نفرمایید. اون زیربار رو رد کن بیای هوشی. مهران جون طرف و بارونش شد. شرمی سه آفتاب شلم تموم شده. زنگ بزن موقعی برون از تهران بوده. شرمی مثل حس رهایی شاید میتونه بیه وسط نازنین. دوستان گرامی بعد از بازی ایران نیجریه عزاداری حسینی داریم، لطفاً با لباس سیاه بشن. لبند و دلبرانه برای بازی آرژانتین ما آماده میشیم بچه‌ها. همه برن فیسبوک آقای مسی رو پیدا کنن، هر گلی که میزنه 3 تا خارکسته بخوایم براش به جای کپی پیست بکنیم مثلا. الو منزل آقای چیا؟ آقای چیا شما میگن شیمیت خوبه؟ کلور خلاصه چیه؟ ها وقتی یه کردی با لوری ازدواج میکنه بهش میگن کلور. ها متوجه شدی؟ ردای عشق گوشی شب خاکستری پوش چرا شد از آمان حریم سر خاموش. از ریاست جمهوری خلع شدند. ایشون یک دانشگاهی تأسیس کردن به اسم دانشگاه ایرانیان. عرضم به خدمتتون که در این دانشگاه دروسش و واحدهایی که باید بگذرونید به این شب هستش. یک آمار و احتمالات تخیلی 3 واحد نازنین. فیزیک هستی حاله نور 3 واحد دیگه است. اصول اختلاس سنگین بالای 10 میلیارد 3 واحد نازنین. ایران هم 2 واحد از این دانشگاه هستش. حتما ثبت نام بکنید، منتظریم نازنین. البته اتاق ما هم یه 2 واحد دیگه بهش اضافه کرده، ادبیات محمودیه هم بهش اضافه کرده به 2 واحد و اندیشه مشاعی 1 و 2 مجموعاً 4 واحد نازنین. ما یه 2 واحد هم به این خودمون اضافه کردیم. نجاتم دادی از من، تو از چرخش یک ره عشقانه، تو از مسته تصویر لبند و دلبرانه.
آقا من میشه خودم فکر کنم جدی این واقعیت دارم جدی میگم. ما چرا ایرانی‌ها اینقدر بدبختیم مجبور شدیم اینجوری زندگی کنیم، اینجوری دریایی از نفت و ثروت نشستیم، از نظر اقتصادی فقیر، از نظر توسعه عقب مانده، از نظر سیاسی کشیده پشت کشیده با ما میزنن فرزند. بعد این چیز ما تقصیر رهبرامون باشه وگرنه ما بادی گویی میشدیم بالاخره با این ثروت و با این سابقه تمدنی داشتیم گویی میشدیم، من نشدیم به این صورتی. احتمالاً تقصیر رهبرامون بوده. ولی غربی‌ها مثلا نگاه کنیم مثلا رهبرای خوب داشتن و پیشرفت کردن فلان کردن، ببین جایی به خوشبختی رسیدن. و پیش خودم مثلا فرق بین یک رهبر مثلا مال ما جهان سومیه با این رهبر غربی چیه؟ مثل توالت ایرانی میمونه با توالت فرنگی نازنین. مثلا توالت غربی رو بخوای عوض کنی 4 تا پیچ در میره تموم میشه. ما بخوای عوض کنی رهبرانمون و نمیدونم سیستممون رو باید کلی توالت بهش کنی، نمیدونم کاشیاشو بهش کنی و سیماناشو خورد کنی و باز اون وقت میبینی گندش بیشتر در میاد. نازنین وقتی میش کنی لبند و دل برای تو از کجا شکفتی کجای که شب نیلوفری مثل دنیای قصه سرگرانی تنها کسی که آیدیش از سکساش درازتره آقای ایران عزیزم جانم فدای تو قربونت برم الهی میباشد نازنینه. ایشون معمولا آیدیش که وارد اتاق میشه خودش عنوان تکست کامله دیگه احتیاجی نیست چیزی بنویسه نازنینه. در همین روزی روز جناب آقای ایران عزیزم از اسپانیایی موقع پرتاک